قبل از اینم که شروع کنم اینو بگم، اگر کانتنت کریئتوری، چه استریمر چه یوتیوبر، حالا فکر کنم بیشتر تو یوتیوبرها باشه چون استریمرها رو معمولا میشناسم و میبینم، جز دسته های آخر قرار گرفت یا من کانتنت هاشون رو نگاه نمیکنم یا اینکه نمیشناسمشون و این به این معنی نیستش که من با اون شخص فرد مشکلی دارم یا هر چیز دیگه‌ای. ممکنه یکی باشه کامیونیتی خیلی بزرگی داشته باشه ولی من نشناسمش یا نبینمش یا حتی اصلا مورد علاقم نباشه کانتنت اون فرد. پس من نمیخوام که اگر من دارم نظراتمو میگم نظر من رو رای دهی شما تأثیری بذاره. من فقط به عنوان کانتنت کریئتور شما دارم نظر خودم و سلیقه خودم رو میگم. خب بهترین یوتیوبر سال ببینیم که خب من خودمم چون واسه کاندیدا که رای داده بودم سهیل سولبا رو گذاشته بودم، سهیل رو همچنان انتخاب اول خودم میذارم چون که من با خود سهیلم که صحبت کرده بودم خیلی چیز بود برام. بهش گفته بودم که تو کسی هستی که خیلی وقته که من حالم اوکی نبود تو منو خندوندی با ویدیوهات و این برای من خیلی با ارزشه. همون جوری که شماها میاد و به من میگید که مثلا سایبانوی اومدی استریم نمیدونم حال ما رو خوب کردی، منم واقعا بچه کانتنت کریئتوری هستم که حالم رو خوب کردم و باعث شدن که من بخندم. خب بعدش من خودم به شخصه کومان رو دوست دارم، ویدیوهاشون رو میبینم چون واقعا برام سرگرم کننده است. مثلا چه میدونم میخوام غذای چیزی بخورم میذارم میبینم، دوست دارم جدی. بعد از اون ویدیوهای آریا کوکسا رو میبینم، برام جالبه به خصوص وقتی که رفته کانادا. بعد خود میا، البته بیشتر واقعا یه جورایی، البته جدای دیگه نمیشه کار کرد ولی واقعا اینا همه با هم دیگه برای من توی یه دسته توی یه اشل هستن. بعد بنیامین رو میبینم چالشایی که انجام میده دیگه. من هاچ پاندا یه ویدیوشو حمید فقط بهم نشون داده بود دیده بودم، از افشار بیشتر ویدیو دیدم راستشو بخواید تا هاچ پاندا. هفتمی رو میذارم هاچ پاندا و آقای بنیامین بی ای رو درست میگم متاسفانه نمیشناسم، نمیدونم کانتنتشون چه شکلیه و اینا. این واسه بهترین یوتیوبرای سال من بچه‌ها. اولیش که دوستان مشخص الان برای چی اینجا هستیم دیگه واقعا خدایی اسما رو ببین، من در کنار کیا هستم؟ سام، امیر، علی زلزله، علی رکسا، امیر فانتوم، هایپو ایمینگ. متاسفانه هایپو ایمینگ رو من فقط به اسم میشناسم، تا به حال پیش یعنی موقعیتی نبوده که بخوام استریمشو ببینم. امید، حاج امید لنون دیگه چی از این قشنگتر به عنوان تنها بانوی در این کامیونیتی. از اونجایی که من نامزد شدم واقعا دوست دارم که این فرصت رو داشته باشم و بتونم به خودم رأی بدم و واقعا برام یک مرحله خیلی بزرگیه این اتفاق. خب از اینجا به بعدم من به افرادی رأی میدم که بیشترین تایم رو گذاشتم و استریماشون رو دیدم. بیشتر از همه حاج امید رو دیدم و به خصوص تایمایی که گیم یاد میده، یعنی مثلا یه گیم جدیدی میاد میگه این کار کنین این کار کنین فلان میسه، خیلی دوست دارم. بعد امیر، ببین چی میگم، امیر، علی رکسا. بعد دیگه بین سامو با چیز امیر ایزد، امیر فانتوم، علی زلزله یه ذره سخت شد به خاطر اینکه آقای چیزو هایپو ایمینگو که خب متاسفانه من تا حالا ندیدم. واقعا این بقیه بچه ها برای من واقعا یک جایگاه دارن، نمیدونم چجوری بچینمشون. امیر ایزادو بیشتر خیلی حمید دنبال میکنه میبینه، من نسبت به حمید کمتر امیر رو میبینم. علی زلزله رو بیشتر ویدیوهای یوتیوبش رو دوست دارم، استریماشم دیدم ولی نه اونقدر، ولی به سام میدم چون باز سامو به خصوص دوناتون سامو خودم بیشتر دنبال میکنم. بعد دیگه میدم به همین ترتیبی که اینجا گذاشتن میدم چون واقعا نمیدونم دیگه. میگم یعنی واقعا از شماره 4 تا 7 برای من همه بچه ها توی 100 بودن، یعنی اگه میدونستم بقیه همه رو میذاشتم 4. برای من اینطور بود. خب بهترین همکاری، من ویدیو چیز رو دوست داشتم از بنیامین، دوست داشتم اون باشه که امانگاس بازی کرده، ولی به هر حال من اینو میذارم اول. بعد
این اوپارکه چون میدونم مثل این که یه قایم موشکی رو توی خود اوپارک ران کرده بودن، چون بالاخره زحمت داشته من بهش جایگاه دوم میدم. بعد بچه های ویردوزو چون این ویدیوشون رو دوست داشتم اینو میدم و در آخرم ویدیو سکشاتو. خب بهترین ویدیو سال. خب من اینجا چون خودم به جستجوگر میا رای داده بودم میذارم اینو اول چون خب فیوریتم بوده. بعد وای من اینو ندیدم، میدونم بهم گفتید که قشنگه اینا ولی ندیدم. آها بعدش من گلیا پوچ زودیاکو دوست داشتم جز ویدیوها. بعد چیزو دوست داشتم که دارت میندازن میرن مکزیکو، اونو دوست داشتم. بعد ویدیو کینگ، وای اونجایی که میرن کینگو میخوان همون کنن خیلی خنده داره، یعنی بنده خدا حمید میخندید، من فقط اینجوری بودم که بیچاره کینگ واقعا آسی شده بود. خب ما اینجا بنیامینو من فکر میکنم که بنیامین تو این کتگوری به قطع برنده میشه چون کار خیلی قوی بود این کارش. خب پس چون اینجا بهش اول دادیم میتونیم بذاریمش تو رتبه های پایین تر. میدیم به بچه های ویردوز، بنیامین، اوپارک و بعدم این گینس که من متاسفانه ندیدم. خب بهترین پادکست، خیلی واقعا پادکست گوش نمیدم، یعنی بخوام رای بدم فقط به بی پلاس میتونم رای بدم و بقیه هیچ کدوم رو اونجوری نیستم که روش آشنایت خیلی خاصی داشته باشم. آقا اینو چون نمیدونم یعنی بخوام رای بدم اولیش برام میشه بی پلاس، بعدیش میشه مثلا میشه دوگ نباش، بعد دیگه بقیه رو هیچ چیزی ندارم که بخوام رای بدم، نمیدونم اینو اسکیپ میکنم. خب بهترین شو اونایی که ندیدم میذارم آخر. انسان در مقابل طبیعت بود با نیمکت ندیدم. خب یوکاپو من خیلی دوست داشتم و برام خیلی جدید بود کانتنتش. اوکی فرهنگ شو، یوکاپ، گلیا پوچ، منطقه ترس، بفرمایید شام، سم شو. برای من اینطوریه، برای من این شکلیه. بهترین گیمر سال، خب بهترین گیمر هاشپاندا رو گیمشو ندیدم، من ویدیوهای ادیت و یوتیوبشو بیشتر دیدم از هاشپاندا. بعد محمد تندرو رو متاسفانه کانتنتی ازش ندیدم، یه دونه کانتنت دیدم که مربوط به همین این دیتا و اینا بود که پریسا هم داخلش بود، محمد تندرو هم تو دیسکورد بود، در همین حد دیدم. بعد ولی من امید رو خیلی ازش چیز زیاد گرفتم، خیلی و من رو با یه سری از داستان‌ها و گیم‌های خاصی آشنا کرد که اصلا زندگیم از این رو به اون رو شد، یکی از تاثیرگذارترین افراد بود برام. بعد از که اکسر چیزای گیمینگش رو خیلی دیدم، ویدیوهای یوتیوبش رو خیلی دیدم و بعد بقیه بچه ها رو باز میگم همیشه این چند تا میمونن برای من در یه سطح. سام که خب دیگه همه میدونن بازش خیلی خوبه، علی زلزله واقعا ترکونده، امیر فانتوم منوبه خودش خیلی کوله و علی رکسا. اینا باز واقعا یعنی مثلا من اگه میتونستم رای بدم میگفتم اول دوم، این 4 تا سوم، اینطوری رای میدادم ولی خب نمیشه. بهترین محتوا ساز ویدیو شورت، متاسفانه هیچ ایده‌ای ندارم و اصلا نمیتونم هیچ تصمیمی بگیرم، هیچی. خب بهترین محتوا ساز آموزشی، باز من دوباره آقای بنیامینو چون ندیدم و نمیدانم متاسفانه حاجی سخت شد. من بخوام بگم مثلا اینجا اسکیل ویدو اول میذارم و بعد اهورانیازی رو میذارم. من از اسکیل وید واقعا چیز زیاد گرفتم، از اهورانیازی و بعد میام بی پلاس چون گوش کردم و خیلی چیزا بهم یاد داده. بعد آقای جادی، میدونم شاید بر خیلیاتون اول باشه ولی دیگه من از اینجا به بعد واقعا نمیشناسم این دوتا رو، اصلا نمیدونم چیه، متاسفانه اصلا هیچ ایده‌ای ندارم دیگه. اینا رو همینجوری به ترتیب اینجایی که هست قرار میدم.
ولی این آقایون خب بهترین بودن و جادی هم که همتون تعریف میکنین. خب بهترین محتواساز کارتونی، دیگه میدونید من اولین نفر به کی رأی میدم. مترزک دیگه. کارتون پلیزم میشناسم، کاراش خیلی گوگلیه، دوست دارم کاراشو. ماتریکس شو و حمید سحری. متاسفانه این دوتا رو نمیشناسم و به همین صورت ترتیبی که خودش هست رو قرار میدم. خب بهترین محتوای بررسی، من بخوام اینجا رو چیز کنم، من این محتوا رو تا به حال ندیدم، نمیدونم. خب بعد آقای چیزه، بعد ویژیاتوه برام، بعد سالا ریویوه، بعد موبا نیوزه. نمیدونم چرا دارم از آخر میچینم میام. بعد دیگه به ترتیب، بعد امیر ایزد برام میشه، بعد میشه احسان منصوری، بعد امیلنا و بعد اهورا نیازی. برای من اینطوریه. آره من اینطوری الان مناسب میبینم. بهترین محتوای آیارل، من این چیز سفر فیمس حاجی رو متاسفانه ندیدم، ولی تعریفشو از خیلی ها تو کامیونیتی شنیدم، خیلی زیاد. چطور ازم خوش اومدی؟ بچه که تازه اومدید خوش اومدید. و مثل این که خیلی زحمت کشیده، خیلی تک بوده کارش و اینا، و واقعا جالبه برام چنین چیزی، ولی خب متاسفانه ندیدم من. ولی اینجا اول نفر باز من این جستجوگر رو به میا میدم، چون وای با حال هواشو خیلی دوست داشتم. دوم آریا میدم. رفتیم سمنا ببینیم. من این ویدیو رو هم دیدم. نمیدونم، اینو من ترجیح میدم همون جوری که بود قرارش بدم. حیف، کاشکی که اینو دیده بودم. بهترین محتوا ساز هنری، ببین اگه بخوام قرار بدم اینجوری قرار میدم و اینجوری، و بقیه هیچ کدومو دنبال نکردم. خب نواب ابراهیمی رم یه سری ریلیزاشو دیدم تو اینستا، در نتیجه من ترجیح میدم اینو اسکیپ کنم و رأی ندم. بهترین تامنیل آرتیست، ولی من زن میخوام وارد. خب اینا رو میشه دید چه شکلیه؟ چقدر باحاله این کار آرته جدی. این کار توی یه لول دیگه ای قرار داره. اینم خوبه. این یکی رو ببینیم. نمیدونم، من احساس میکنم مثلا این مدل تامنیل رو زیاد دیدم، خیلی برام چشمگیر نبود. اینو ببینیم چیه. اینم باز جالبه، یه چیز تفکیک شده، ترتمیز، خوب در آمده. خب اینو من بخوام رأی بدم، الیکسا قطعا اول میذارم. الیکسا خیلی خوب بود، با اختلاف خیلی خوب بود. و مانی رو هم، اینم باحاله. ببین میدونی این این و این برای من تو یه لول قرار میگیرن. خب یعنی اینجا مانی باشه، اینجا بیاد چیز قرار بگیره. من کلیر کنم دور اینطوری این شکلی و این شکلی. برای من اینطوری قرار میگیره. اول الیکسا خیلی خوب بود، دوست داشتم. بعد مانی و سلسلبا برای من تو یه سطح قرار دارن، برام واقعا چیز بود. من تو یه سبک دیدم این کارا رو، جفتشون ترتمیز و خیلی خوب و اوکی بود اینا. و اینم قشنگه ها، با نمک مثلا اینو برده اون پشت و فلان و اینا، ولی برای من اونجوری چشمگیر نیست که مثلا بگم واو. ولی این یه کار خیلی یونیک بود به چشم من. بهترین محتوا ساز ریاکشن، پاپازک. من این دوتا رو ندیدم. ایزد رو دیدم، این دوتا رو ندیدم دیگه. بقیه رو همین مدلی که هست نمره میدم، اینطوری نمره میدم. بهترین استریم بازی‌های آنلاین. خب بازی‌های آنلاین، خب ببین من متاسفانه چون باز آقای های پویمینگ رو ندیدم، نمیدانم
که چه گیمی و خیلی توش خفنه بازی میکنه، من اینجا میذارمشون. خب من اینجا اول سام رو قرار میدم، بعد امی فانتوم، خب الیرکسا، نریمان، امیرایت هم آخه خوبه، اوکیه، امیرایت هم خیلی خوبه دیگه. نمیدونم، چون میدونم که علی زلزله شانس داره واقعا برای برد، اینجا قرارش میدم. خب و اینجا این دو نفر رو در کنار هم دیگه قرار میدم، اینطوری قرار میدم. بهترین استریمر حوزه تک نفره برای من امید و عمو سینا بالای بالا قرار میگیرن، با اختلاف فراوان. اوکی، بوگی، بعد کمند برای من توی یه حد هستن توی این مدل، این سبک بازی ها. الیرکسا، بعد امیرایت، بعدم به ترتیب بقیه دوستان. همین اسکورپیون هم خیلی واقعا زحمت کشیده و مقام و اینا کسب کرده. بهترین استریم بازی ورزشی، خوب قطعاً علی زلزله، بعد حسن پاژانی برای من، به خاطر اینکه حسن پاژانی اینطوریه که هر هفته داره یک مقام رو کسب میکنه و برای من خیلی ارزشه. بعد حسیس و بعد مافکا، درست میخونم یا مافکا نمیدونم، ولی میدونم که فیفا بازی میکنه و یه آقا پسر خیلی گوگلی و دوست داشتنیه. بهترین استریم بازی موبایلی، من ترجیح میدم اینجا رو اسکیپ کنم، درست حسابی نمیدونم، بعد میترسم حالا یه رأی بدم که خیلی قشنگ نباشه. بهترین دوناتون باز من اینجا چون خودم نامزد شدم و واقعا اینو یک فرصتی میبینم که در کنار بقیه دوستان بتونم به خودم رأی بدم، خودم رو اول میذارم. بچه‌ها بوگی رو قرار میدم و میدونم که بوگی از بابت این دوناتون اخیری که به خصوص داشته خیلی براش جای پیشرفت داشته و براش خیلی 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 خوشحالم، خیلی زیاد. و بعد من دوناتون اولی سامو خیلی دوست داشتم که قشنگ یادمه بنده خدا رو تخت نشسته بود گریه میکرد، هایپ و تخم مرغ میخورد. و بعد سیاوش رو دوست داشتم، متاسفانه بقیه دوستان رو نرسیدم که بخوام خیلی ببینم. نبیل رو خیلی شنیدم که تعریفشو کردن. هاشم میدونم گیو اوی میذاشته برای بچه های چتش که خب کار قشنگیه. و بعد دیگه بقیه دوستانم به ترتیب هر کدوم. خب خلاقانه ترین محتوا، خب من فقط از اینو دیدم، چون فقط یه دونه رو دیدم رأی نمیدونم اسکیپ میکنم. خب نزولترین استاد یوتیوب، اوکی ببینیم کیا هستن. خب بذارید من دونه دونه من این آقای آراد رو ندیدم، نمیشناسم. بعد امیرعلی MRT رو متاسفانه نمیشناسم. خب اینا رو میذارم این پایین چون خودم ندیدم. خب بین بنیامین و سایل سولوا نمیدونم کدوم اول بذارم، چون جفتشون واقعا خیلی خوبن. من نمیدونم چرا خیلی مطمئنم که بهترین همکاری رو بالقطع بنیامین میبره، بالقطع، یعنی اینقدر مطمئنم. واسه همین چون دوست دارم که سولوا برنده باشه، مثلا حتی اگه شده یه جایزه هم ببره، من اینجا دوباره به سولوا میدم، بعد بنیامین رو میدم. من هاج پاندا رو خیلی کمتر تماشا کردم نسبت به این بقیه بچه ها. هاج پاندا رو اینجا میذارم و بخوام بگم اینطوری میذارم. افشار رو اینجا قرار میدم، فرهنگ، الیستوری. نزورترین استعداد، من خب واسه نام زدم به خود مهسا رأی داده بودم، بازم اینجا مهسا رو میذارم به خاطر اینکه من حتی اونجا هم گفتم، مثلا تو ویدیو یوتیوبش هم هست، بازم میگم مهسا آدمی بود که خیلی خودشه. یعنی ببین مثلا کامیونیتی چه میدونم یکی مثل الیرکسا داره، یکی مثل امیر فانتوم داره، چه میدونم هر کی هست دیگه، هر کی کاراکتر خودشو داره و قابل تحسینه. مهسا هم جز اینجور آدما بود، میدونی، و اینطوری نبود که مثلا تازه اومده رو کار حالا بخواد
اده اینو در بیاره، نمیدونم خودشو شبیه اون کنه، خودشو مثلا چه میدونم به این بچسبونه به اون بچسبونه. من دوست داشتم، من کارشو دوست داشتم. بعد دیگه سیاوشو با نبیلم از من قدیمی ترن، خدا حفظشون کنه، ادامه بدم به کارشون. ولی من بخوام رأی بدهم اینطوری میدم که این شکلی، اینطوری و این شکلی، نمیدونم. ولی مهسا رو 100 مطمئن بهترین ادیتور واقعا نمیدانم و نمیخوامم، چون میدونم بچه ادیتور خیلی زحمت میکشن، نمیخوام که ناعدالتی بشه در حقشون، اسکیپ میکنم. بهترین لحظه وایرال شده. خب اینا رو بذارید من بذارم نگاه کنیم ببینیم که از کی چه لحظه‌ای وایرال شده، ببینیم که چه خبره. خب اینجا اینا که قطعا اینا ماموزری اصلا خوشحالی خالص بود، یعنی چی میگن، قشنگ خودت ترینی که داری خوشحالی میکنی و خوشحالیش خوبه، آدم خوشحالی بقیه رو میبینه خوشش میاد. بعد اینو که همه جا دیدم خیلی وایراله ولی منتها نمیدونستم که جریانش چیه. بعد اون چیزو میذارم واسه استقلال و اینا بود، بعدم اون یکی پخت و پز میکند. خیرخواه ترین محتوا ساز، اوکی، خیرخواه ترین. کومان که خب خیلی دیدیم ازشون، کلا خیلی استوری میذارن و این داستانا، کمک میکنن به بیمار، نمیدونم آبرسانی میکنن اینا. شهاب صادقی که میدونم زندانی آزاد میکنه و بعد علی زلزله و سام هم که هر کدوم به نوبه خودشون تا جایی که میتونه چیز میکنن. خنده‌ترین لحظه استریمرها، اوکی اینا رو باز کنیم دونه دونه ببینیم که کی چه کار کرده. ببین چون دوست دارم که یک قوقایی به پا بشه توی مراسم، دیگه از شما چه پنهون، من اینو میدم اول، خب شما برید اول، بعد اینو میدم دوم، اینا رو هم چیز میکنم، این امباپه بعدی. خب اوکی. محبوب ترین کامیونیتی، من اخیراً از کامیونیتی سهیل سلوا خیلی چیزای خفن دیدم که اصلا فکر نمی‌کردم. سر همین من اولیشو میدم به سهیل سلوا. خب بعد کومان رو میدم چون کومان شامل حال خود میا هم میشه. خب بعد خود میا رو میدم، بعد آریا کوکسر رو میدم، بعدش سامو میدم، میدونم خیلی قوی مویه دیگه. این بقیه بچه برای من توی یه جایگاه هستن، یعنی به نظر من کامیونیتی های این 3 نفر با هم دیگه برابری میکنه دیگه، اینجوری میدم دیگه بقیه‌شو به همین ترتیبی که هست. That's it. اوکی دیگه اینطوریا دیگه شما هم حالا هر کی که دوست داشتید لایق میدونستید تو هر جایگاهی قرارش بدید و بهش رای بدید. سابمیت. اوکی خدایا شکرت با موفقیت ثبت شد. خب این سه چیزا بهتون نشون بدم که چرا میتونید به من هم رای بدید و منو هم میتونید در یک جایگاهی قرار بدهید. من به واسطه چنل پوینت هایی که دارم و سعی کردم که یک خلاقیت کوچیلی و یک نوآوری گوگلی رو برای شماها به ارمغان بیاورم. و برای بچهای یوتیوبی که ندیدن میخوام این چنل پوینت رو بذارم اونا ببینن که بیشتر متوجه بشن، چون خب من کلا تو یوتیوب فکر کنم 1-2 بار استریم کردم. ببینید اسکوید گیم داریم ما اینجا، کلا داریم دیگه، اصلا چه میدونم. آره دیگه فالس آلارم داریم، شوتینگ استار داریم. بابا به مولاک کوتیک بانوی اول دربار، the mother of peoples, the queen of Hamid, the first lady of the house. زلزله داریم. آره خفه شو بابا، ما با شوتینگ استار بزرگ شدیم. خلاصه که
دیگه حالا این صداها که اوکیه، خیلی دیگه هم هستن داخل استریمشون این صداها. اینا ببینید آقا اوکی میشه نگه دارید؟ تو رو خدا نگه دارید. Vad blir somri? Som det är sorgis. Kan آره خلاصه که داشتم میگفتم بیسایش رای بید بیشتر. یه دقیقه دیگه نزنید یا یکی بچه این رای بده بی شرف. بابا باش. نه آقا بچه چت دارن شوخی میکنن. خلاصه که من سعی کردم که یه محیطی رو داخل استریمم درست کنم که شماها بتونید تو استریم بنده رو اذیت کنید و کرم بریزید رو من. میدونید چی میگم؟ و اینکه لااقلش اینه که من یک مقدار از بقیه استریمرهای دیگه متمایز میشم و شما فرصت اینو دارید که بتونید به من رأی بدید دیگه. بازم میدونم خیلی بچهای خفن دیگه بودن، علی رکسا بود، سام بود، علی زلزله بود، امید بود، واقعا خیلی خیلی بچهای خفن دیگه ای بودن و من واقعا به عنوان تنها خانم کامیونیتی که تونستم نامزد بشم در کنار این آدم ها برای من بسیار با ارزشه و برای من به تنهایی یک برد خیلی قشنگه. ولی خب آدمی به امید زنده است دیگه. ما سعی خودمون رو میکنیم، سعی میکنیم که به بچه‌ها بگیم به ما رأی بدن و اینکه ممنون تک تکتون هم هستم که همیشه من محبت داشتید، محبت دارید. واقعا خوشحالم میکنید دیگه. رأی بدید خیلی خوشحالم میکنید. بوس به تک تکتون. امیدوارم که بتونم برم اون بالا و از شماها تشکر کنم. بگم اومدم این بالا تشکر کنم از تک تک پیپوها و اینکه اون هشتگی هم که راه انداختیم داخل تلگراممون یادتون نره که هر جایی دیدید که این مراسم هست و اسمی از من هست اون هشتگ رو برید اون پایین بنویسید. برید بنویسید. یهو دیدید سال بعد محبوب ترین کامیونیتی پیپوز ها شدن.